سلام دوستای عزیز، عصر 23/2/2024 دیگر زمستان رو به تمام شدن و یخهای دریا هم رو به ذوب شدن است. امروز دلم خواست بیایم یک بار بیرون طبیعت زیبا را تماشا کنم و خوشبختانه که چانس با ما یاری کرد و ما هم کمان رستم دیدیم و همچنان آفتاب طلوع میکرد. خیلی فضا زیبا شده بود و خواستم از این لحظه زیبا یک کلیپ بگیرم و با شما هم شریک بسازم. دیگه روزهای سرد زمستانی را بالاخره ما هم پشت سر گذاشتیم و رو به تمام شدن از زمستان و بی‌صبرانه منتظر تابستان و منتظر ساختن ویدیوهای جدید هستم و خیلی خوشحال بودم امروز و ما هم عکسای سلفی گرفتیم و عکسای خیلی زیبا از این هوای خیلی خیلی دلپذیر و خواستم این ویدیو رو برای شما شریک بسازم. تشکر از اینکه ویدیوی ما رو تماشا میکنید و دوستان امیدوار هستم که چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و من منتظر ویدیوهای زیباتر از فصل بهار و تابستان هستی دیدن باشد. فعلا وقتتون بخیر دوستا، اوقات خوب و خوش داشته باشید.